از آغاز جنگ در اوکراین هزاران ساکن عادی کشته و مجروح شدند. در این روزها کودکان به مثل این نوزاد در کیف در تهخانه بیمارستان ها تولد می شوند. مردم از ترس در پناهگاه های زیرزمینی قرار دارند. در هر جایی که امکان دارد پناه میبرند. از جمله اطفال گرفتار سرطان نیز حالا در تهخانه های بیمارخانه ها قرار دارند. دکتران و پرستاران با وجود ترکش در بالای سر با تمام امکان به کودکان غمخواری میکنند. این ننگاور است. مقامات اوکراین از کشته و زخمی شدن کودکان در جنگ خبر میدهند. به بیمارخانه کودکان در کیف از زمان آغاز حمله 5 کودک زخمی را آوردند. یک طفل دیگر در راه به بیمارخانه فوتیده است. دیروز یک دخترچه را با جراحت پای آوردند. زخم را جراحان ما تازه کردند. این عائله در گستومیل زندگی می کرده است. خانه که آنها پناه برده بودند مورد بمباران قرار گرفت. مادرش در پیش چشم دختر کشته شد. خود او زخمی شد. با او و برادرش روانشناسان کار میکنند. همه حالتی بدی روانی دارند. حالا درست نمیفهمند که چی شده است. خوب که ضرری جدی ندیده است. پایش را ما معالجه میکنیم. در اوکراین در یک هفته گذشته صدها مؤسسه بیمارخانه و باغچه های کودکان و راه و بناهای استقامتی ولنگار شدند. حالا تمام تلاش برای نجات آدمان روانه کرده شده است. مجمع کلی سازمان ملل از روسیه خواست جنگ را در اوکراین فوراً بس کند. مسکو میگوید این یک عملیات ویژه نظامی است.